سلام رفقا، چطورین؟ خوشمن این ویدیو جذاب از من تانر علیم و میخوایم توی این ویدیو وان بلاک بازی کنیم ولی ماینکرافت. حالا این ویدیو یه فرقی داره. من دو تا مار این ویدیو زدم. اولا که شما لاکی بلاک بازی کردین، توی وقتی که میخوایم وان بلاک بازی کنیم همیشه خودش یه بلاک رندوم میاره، ولی توی این ویدیو قراره که خودش یه بلاک بیاره که آیتم‌های مختلف از بایرهای مختلف برای ما بیاره. بریم سراغ ویدیو. Let's go. خب شروع کنیم به بازی. این کچله بیا نزن آبجی نزن بهت میگم. من پسرم بیشون اسکینم رو بازی این شکل کرد. آره بچه اسکینه نکن بهت میگم. خدافظ بیشور. وای خب بچه اول اونجا حرف بزنید. راستی بچه لینک این مالو توی روبیکا واسهتون آپلود میکنم. هم نمیدین تو جا دارین کنید. اگه نمیدونید چطور وارد روبیکا باشید توی کپشن واسهتون نوشتم. خب وارد میشیم. وان بلک دارم میکنم. برو کنار وان بلک میکنم. محمد بذار یه ثانیه مجبور رو بندازم. من باید بکنم که یه فضایی باز بشه. یخ ای افتادم خدا. یخ هم از دست بدیم. نگاه کن تو الان بکن یه فضایی باز کن. افتادی؟ بس من میرم. پس تو فعلا خودت ریسپان نکن تا من بیام. تا من یه فضایی آزاد کنم. دیارت هست اینجا که سریع فضا نزنی. خب الان دیگه باید میشینیم بکن سیب زمینی باید داد. پیتیتو بکن کلی خوب میکنی. راستی بچه اگه واسه رو نجیبه که چرا دادشم داره انقدر خوب میکنه واسه اینه که یه ماد نظرم میندازم بیرون. با خدا میندازم بیرون. بچه اصلا خیلی اذیت میکنه. تو دنیا موقعی هم خیلی اذیت میکنه. راستی بچه اگه سریع دیگه هم خواستین به اون بگیم. فعلا پارت اوله. یه چیز دیگه بهتون بگم. اینجا این گوشه نوشته تعداد بلاک های ماین شده. بعد هر چند تا بلاکی که ما بکنیم میرسه به یه بایوم جدید و چیزای دیگر رو بهش اضافه میکنه. فعلا ما توی منطقه دیر هستیم و از این چیزایی میده. وقتی که برسیم کم خودش چیزای ندر رو بمون میده. البته این تا الان نرفتم ولی ندر کلا مثل همینجا وان بلاکه، هیچ فرقی نکرده. اندم ایشالله میره. و بگم این سری وقتی که ما برسیم به اون حدی که دیگه بایم های تکراری داخلش باشه دیگه این سری تموم میشه. خب چی باشه بکن؟ از این بایم جدید؟ پس چی؟ پس چرا رنگی لاکی بلاک عوض شد؟ ببین بعضی اوقات ممکنه تو اون بایوم ها بلاک های دیگه هم بده. خوبه. الان یه کرافتینگ تیبل بساز. خودت بساز.
چی به داد؟ داداش تو داری همه رو میگیری. برو اون بر. برو اون بر. برو اون بر. برو اون بر. من جدبایم جدید من میکنم. بذار من این شاخه رو بکنم. خدا رفت بکاری. بذار اینجا رو گسترش بدیم کلا. و این دیار تا بدیم. زیاد دارم بیا بدم. چی داری؟ بلاک. منم دارم. یک کابلستون بلاک. یک کابلستون دارم. یه دونه فقط. بیا اینم 6 تا دیگه. مرسی. اونا چی هم طرف دادن؟ چی؟ لاوه لاوه که انداختی اون پایینن. آره. چه جالب. چه جالب گفتم تموم شد؟ آره. بیا گرس. مرسی. دختر خالم من آدمم تو خرسی دنبال بچه خرسی. میشه تو ویدیو پارازیت نندازی؟ اوکی. خیلی ممنون. بیا این هم 19 تا دیگه. کدومم؟ مرسی. داره شب میشه. بابا هیچ چیزی نداد سر بگردیم؟ گاو داد. گاو داد؟ آره. خدا وکیلی؟ آره. خب اسپانش کن دو بکشیمش. پیلم داد. گوسفندم داد. اگه گوسفند داری بیا بکشیمش. چرا؟ گناه دارم. هشتاد من موندم. برو اون بر میخوام بس من دارم چیکار کنم؟ خب چیز بره تا من کرافتینگ درست کنم. اگه چوب داری بره تا درست کنم. برو درخت بکار. اوکی. درسم علی خوام بساز بگو او خود. چیه؟ همینایی که باید زمینه رو شخ میزن. اوکی. هویج بکار. سیب زمینی هم اگه خودت داری بکار. سیب زمینی والا داشتنی هم ولی خوردنی دارم. زمینه که اصلا نمیخواد. جان من؟ ببین کلن تراب رو فقط نمیخواد واسه کاشتن گندم. بیایی کمک این درخت رو عرض کنیم. داداش بیم این شاخ و برگاش هم همه در بیاریم. بریم چوب بزن. چوب پلنگ میخوایی؟ آره بریم. 12 تا دارم ایسان صف کن. راستی بچه اگر از ویدیو خوشتون اومده و بازی دیگه و چالوشه دیگه توی ماینکرافت سراغ کنید حتما توی کامنت ها واسمون بنویسید. کانال یوتیوب ما رو حتما دنبال کنید چون اینجا ویدیوهای خفنی میذاریم. کجا؟ حواست باشه کسی داخلش نیفته. داداش من گیر کردم توی دارم یعنی خودم ماما این کنم منطقیه. داداش لون اصل ایوه نکنش. زنبورا میگوشن. او داره کندیش. نه نگردی 4 تا تخم مرغ 4 تا تخم مرغ واسه تو 4 تا واسه من. خوبه. هر کدوممون جوجه از من 4 تا دارم. خوشم سره.
منم 4 تا دارم. چرا دادیشون به من؟ خب بده اون 4 تا. اوکی. صبر کن نشانی پیککس درست کنم سنگی. 50 تا من الان دیرت دارم. جان من؟ خب برو گسترش بده زمینا رو. سلامت باشی. خب ما یه تبر میخوایم. واسه منم بسازی. یه شمشیر میخوام باشه. تورچ ساختم. فقط میدونی چیکار کن؟ کابلستان واسه هم یه ارتاسه درست کنم. بیای من 32 تا کابلستون. مرسی. حالا برو. من نایی میکنم. چی میخواستی؟ چی؟ چی میخواستی؟ 4 تا تخم مرغ من ندادی فعلا. نه کابلستانی چی میخواستی؟ همه چی. همه چی؟ پو هم بساز. اوکی. بچه ها من اینقدر پول دارم پو هم میسازم. نکاشمون پول دار. آیرون هم دارم. یه پیککس، یه تبر، یه هو، شمشیر. بیلم بساز بی زحمت شمشیر. بذار اول چسی بسازم. نکشم. چس با اینا ساخته میشه. کی موافقه کرم بریزیم تو پارت بعدی رو علی؟ والا با این رنزه که پیش آوردی بعید میدونم تو پارت بعدی اصلا بچه ببینم. یه شمشیر گرفتیشون؟ آره. خب شمشیر رو نگرفتم 4 تا تخم مرغ هم اوه اینجا چقدر گرم. اوه بچه واسه اینکه انرژی بگیریم حرف ویدیو لایک کنید. واقعا زیر این ماسک رو هم عرق میکنم. خب فیس ریویل کن. به تو چه؟ نگاه کن شمشیر رو گذاشتم داخل چست. تخم مرغ هم 4 تاشونو بزن. 4 تاشون میخوای باشه. یا اینم دیرت داری؟ نه. تو گفتی 32 تا داری؟ دروغ گو. 50 تا. خب بده. خب شد یه استک و 2 تا. آقا بده خب. دیرت بده خب دیگه. دارم. داری؟ 13 تا هم گرست 2 تا هم دیگه. جانم مولو. گرفتمشون مرسی. بازم هست؟ آره خب دست در نکنم. من بر جان کابلستونام. کابلستون میخوای باشی. بیا دراب کن. مبارکت باشه. چه 5 تا تخم مرغ گذاشتی. خب یکی هم شیرینیش. کامر دارم به تو هم نمیدم. داداش چقدر اصلا آدم میتونه نامرد باشه. ازم به این کار نمیگن نامردی. از چی بهش میگن؟ میگن مفتری. منطقیه. اگه پدر مادر این ویدیو رو میبینید توصیه من اینه که اصلا نذارید بچه‌تون بره تو این دستا. بیا. راستی بچه یک از خیلی قدیم دو مال سن برای بگم که این همه داداش همه که توی ویدیو باش توبلاغ میکردم قدیمو خیلی قدیم یعنی 3 سال پیش. میای از این ورا گذری دلو هر جا بخوای میبری یه روی خوش نشون نمیدی منو میکشی با این دلبری. میای از این ورا گذری دلو هر جا بخوای میبری یه روی خوش نشون نمیدی منو میکشی با این دلبری. اما از اون چشا از اون قد و بالا ببین چطور دلم افتاده به پا میگم به جون تو میرم قربون تو.
چشم. ایوا زنبورا رو سلامش کم چیکاری؟ بچه زنبور. چه؟ 2 تا کلبو دارن. منطقیه. چی داره میو کبناش نیر پخش. این دیرتای اینجا رو بردار. کدوم دیرتا؟ اینجا تو برو گسترش به من میخوام خونه بسازم. خب نه من میسازم. بس من به تو دیرت بدم. نه پلنگ بدم. آره ولی بلاکا قشنگ بدی. تو پلنگ بدیم خواهی نداره دیگه. اگه خودت کم داشتی برو بکن. بیا اینم جلو. درختم میخوای بدم؟ چی؟ درختم میخوای بدم؟ خودم زیاد دارم. خوبه. مفت درختا رو بردم. من کنم اینم دیرت من میده. دیرت میخوای زیاد. هی محمد به نظرم همینجا بسته دیگه. باشه. پس من ویدیوی گوشی رو کات کنم بریم سراغ اندینگ. راستی بچه ها اسکینم مثل خودم مسک داره. خب امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشین. هفته بعد منتظر قسمت دومش باشید و واسه اینکه زودتر بیاد این ویدیو لایک کنید، واسه دوستاتون بفرستید، ما رو دنبال کنید، کامنت هم بذارید. دوستتون دارم. خدا نگهدار. وقتی کرم ریخته